با نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال هراتبورگ، برنامه شام غریبان. باز هم تشکری میکنیم از برادر گل ما امجان فروخ از کشور آلمان که با مبلغ 27,000 خوردی پول نقد روان کردم که ما خوراکی یعنی مواد غذایی به 5 فامیل در نظر گرفتم که ما اینا رو میستونیم و میبریم انشاءالله به این مسکینا تسلیم میدیم. بینندگان نازنین، ماه مبارک رمضان، دست از این غریبار بگیریم. فقط شما کمک کنیم به رضای الله. ما فقط هدف ما رضای الله. ما فقط میبریم همین جنس به جلو همین دوربین به مردم تسلیم میکنه که با آخرت و آخرت خدای پاک برای شما مزد بده. ما به داخل فروشگاهیم دیگه، بالاخره یواش یواش موادا جمع میشه و میبریم انشالله توزیع میکنه. شما خوشبختین که تا اخیر برنامه همراه ما باشید. بازم سلام دارم به خدمت شما بینندگان عزیز. خداوند خیر بده، خداوند 1000 سال عمر بده. امجان فروخ از کشور آلمان که به مبلغ 27,000 خوردی پول نقد روان کردن که به 5 فامیل اینا کمک کردن که ما مواد غذایی خریدیم که خود نون و پیاز کچالو 18 قلم شد. ما گرفتیم و آوردیم به این مسکینا. به خدا جو از اینا نگاه کنیم بینندگان عزیز، اشک شما میریزه. شام غریبان، برنامه شام غریبان به خدمت شما هستیم. هر برادری که به این مسکینا کمک کنم برو اردو دیده بر رضای الله پاک ما به جلو همین دوربین به این مسکینا میاریم. مادر جان ساعت شما خوبه؟ خوبه میشتن شما تیارم سلامت باشین. مادر جان همین برادر برای شما امینا کار خدا واسه انا کمک کردم. شما چی گفتنی داریم، چی خواهشی دارم از برادرای خیر بینم دست اینا درد نکنه، خدا اینا خیر ده 100 سال زنده داشته باشه. خیر بینم الهی زنده باشیم سلامت باشیم. مامار که میبینیم پدر اینا مشکل دارن که اینا کار کردن نمیتونم. 3 اولاد دارم. اینا 3 اولاد از اینا به خونای 35 سند از اینایی که اینا به پول نمیفهمم. فکر کنم به 3 تا باغچه شاگردم به خرج خود. درسته کاکا؟ بله آموزم. بسیار خوب. هیچ کدوم اینا به پول نمیفهمم، به حساب چی نمیفهمم. حافظه ندارم بالاخره. ببین به مسجد خونده تونستم، نیم به مکتب تونستم، به هر جا که روی کردیم نتونستم. حافظه ندارم فقط. حالا هم رایگان کار میکنم. رایگان کار میکنم. میگم از اینکه به کوچه ها جنگ کنم اونجا کار کنم در موندم. خب آدمای خیر شما رو مشاهده میکنن، چی گفتنی داریم؟ گفتنی ما خدا اونا خیر بده که چند تا آدمای خیر پیدا شه مثل ما و یک دیگه دست مار بگیره. خدا اونا رو هم خیر بده، و مال نا خدا برکت بده، و کسب کار نا برکت بده. زنده باشین خدا جان. تشکر میکنم از اون. شما هم تشکر میکنم. زنده باشین. جمع کنیم بخیر باشین. شما هم چنین. سلامت باشین. عزیز شما نگاه کنیم، واقعا جای شیشتن اینجا نیه، قابل شیشتن نیه. شما نگاه کنید خرابه کنیه که این سیاست اینجا بگرفتم به خونه جور کردم. طوری که پیشتر گفتم امجان فروخ به مبلغ 27,000 خوردی پول روان کردن که به 5 فامیل جنس خریدم و بالاخره ما بخریدیم و آوردیم دست از این مادر دادیم. خود نون و
پیاز کچالوها 18 قلم شده که یعنی 16 قلم ما دکون خریدیم، 2 قلم هم ما ترکریبا و نون خریدیم بالاخره. مادر جان خدا واسه اینا را کشور آلمان برادر برای شما کمک کردم. چی خواهشی داریم آدمای خیری شما رو مشاهده میکنم بیننده، چی خواهشی داریم از اینا؟ خواهش ما اینه ماه مبارک رمضان می که ما روزه میگیریم دیگه ما به سر بار چند باقی اینا دعا میکنیم خیر بینم خونه آباد دیگه. ما دیمری بود شب نان خشک میخوردیم، نان خشک به ما معصر نبود، باز هم روزه خو میگرفتیم، خدا خو یاد میکردیم، نماز خو میخوندیم، عبادت خدا رو میکردیم. شب که مینا شما بیاوردیم باور کنیم که 2 ماه میشه من خواب ندارم از چرت و پریشونی. شبی که اینا را آوردیم دیگه خود سربار کردیم، نان بخوردیم، سحری کردیم، یک دم تکون خوردم ببینم آخونده هی آزان میده. گفتم خدایا صبر شکر دارم که این شب اینا بیام تو سگو خوام به سر ماماد. یعنی اگه من خودی لفت و نلی بر میداشتم از این دیمی بردم ما آگاه نمیشدم از پریشونی. پریشونی به چاش شکمای نصیب بود بی جق و بی جو خوی بودم، من مارم سرخو بختشم خوی شدم. گفتم خدایا شکر دارم هر مسلمانی که کمک کرده خدا من مزاخرت و آزرت بده بزید. تشکر. خیلی بینیم تشکر. خونه آباد از نفر که می زحمت و ذلت به ما غریبا میکشه. یک جوان تشکر. خیلی بینم خونه آباد، خدا مزاخرت بده به شما و به جنا برادرای عزیز. البته مادر جان چند روز پیشتر میگم به خاطر از اینکه اینا یک همشیری داده بیدم و اینا را می برادر دادم. تشکر از شما خاله جان. تشکر از شما، تشکر از لطف شما از نفری که اینا زحمت و ذلت کشیده، خواهر و برادری که کرده. گفتم خیر بینه خونه آباد. یک جوان تشکر که ما را پریشونی نجات داده. زنده باشین. تشکر. شب نره میمون ماسی خیلی غریب تری شما را پریشونی نجات بده. بلکم یک مسلمان پیدا شه که می خونگاه شما را یک مسلمان خیری همشیرا باور میکنیم امی خشتا خود به زنگیری خور زدم. روز 500 تا میخ بلوکار بزدم که خونی کنم سرپنهی به می هفته به سرخ مشیشته بیدم. راست میگم. همین کار خود میزدم. راست میگم. بلندای عزیزی دروازه خونی از این مادره که داخل تاقی خراب کنی باز تصویرا مشاهده میکنیم. فقط همین دروازه‌گاه که اینا باشن هم مجبوری. ایت خود آدم راسته درو نمیتونیم بریم. مگر خود یک بغل کنیم داخل از این خونه خرابیه تاثیر بپوشیدم بالاخره اینجا زندگی میکنم. بی‌وزن مسکین چوچو پوشدار هر برادر که کمک کنم همین به جلوی دوربین به خدمت می مسلمانان میریم. خداوند به آخرت و آخرت به شما مزد بده. سلام دارم به خدمت شما بینندگان عزیز. تشکری میکنیم از عمه جان فروغ که واقعا زحمت کشیدم. 5 نفر شما بینندگان نازنین نگاه کنید این مسلمان نصف نفریه. ما هفته پیشتر اینجا کمک آورده بودیم که عمه جان فروغ هم دیدم اینا. خداوند اینا 1000 سال عمر بده. این مسلمان باز اینا هم گفتن که برادر به می 5 نفر ببریم بدیم بیوزنا و همین برادر که این مسلمان نصف نفر یا واقعا سخته. اینا هر روز همیست بسکیله که دارم میرم به بازارا به سوال کرده یعنی به خیرات استوندم. بینندگان عزیز هر کمک دارین خیرات زکات سرسایی روزی چیزی داریم از این مسلمان ها کمک کنین که خدای پاک به شما کمک کنه. برادر جو تشکر از شما. همین برادر لطف کردم به 5 فامیل مواد غذایی ما بستونیم 18 قلمه. همین جنسایی که میگه گذشته 18 قلم از روغن و نخود و لوبی و پودر و مکرانی و رو بالاخره هر چی نام بگیریم بیشتر میشه. همه چیزی است تو نمیگه به خدمت شما هسته.
شما خیر بده اونا را همچنین. حال ما مثلا خانه دارم، زخم بستر دارم، مگر خاطر خدا کمک کنه، هر کمک داره. از برنامه شام غریبان بینندای نازنین به یک خانه آمدیم که این خانه خرابیه و خدا باور کنه یک جای هست این مسلمان ها می سیاست زندگی میکنن که اشک آدم میریزه. داخل خانه میاییم چی بگم، نه دروازه نه دری نه دیواله نه یک جا الده. اینا مسکینا همین جگاه زندگی میکنم که حتی می خود از اینا میته بیامدم به خود میرو یک طریقی جور کردم، بالاخره یک مسلمانی میته رایگان بداده که بشینم. از اینا پرسان میکنی که مسلمان ها چند نفر خرج خورم و درآمدیار از اینا کنه. مادر جان خوبه؟ خوبیم، شما خوبیم؟ سلامت باشیم. شکر. زنده باشیم. مادر جان گپ بزنید چند نفر خرج خوریم؟ 7 سر خانواریم براجو، هیچی هم نداریم. 2 سال میشه که می جنگا شد، ماجر شدیم، میبریم تیم سراکانه بیشتیم واسه که کرایه نمیستن. خود میرم کارو غیری میکنم، نون پخته مردم میکنم، رخشوی مردم میکنم. من بمیرم همین ماه روزه شده ما هیچی نداریم. به لقمه نون خوش که خدا معلومه سر شاهده که ما به لقمه نون خوش که برا روزه میگیریم، خدا شاهد میگیرم. با شما اگه دارو شما بچی دستیاره ندارید؟ نه براجو، به 6 7 ساله بچه یکای منه. کالون منو 7 ساله چیه که کار کنم برای. راست میگی مادر جان. چند میدم برای شما یک روز میرین نون پخته یا رخشویی میکنین؟ یک روز تاشو میرم کار میکنم 100 روپیه میدم. اون 100 روپیه هم چی میشه؟ نماشم کلی که 40 نمیشه برار که بیارم. او هم یک روز هست یک روز نیه، دائمی هم نیه. کشکی دائم بودی اون 100 روپیه بازم روزی 100 روپیه آدم درآمد داشتی. خوب راست میگی. مادر جان آخه اینجا جایی نیه تازی خراب کنه شما اشتنه چی از چی کار کنیم برای فامیلی برار کاکای مامای نداره شما یک جا الده بشونم؟ نه برار جو یک دو تک برار دارم، اونم صغیرای هم ازم خود خو بیشتر نمیشم. از مجبوری که کرای نمیسن تیم خراب کنه ما تیر میکنه. همین مشکلات بعد بختی. راست میگیم. آدمای خیری خصوصا برادرها همشیرا شما رو مشاهده میکنم، چی خواهشی داریم به حق شما چه کار کنم؟ ماه مبارک رمضان هم هست. هر چی که خداوند اونا رو توفیق میده، هر کمکی که از برای خیر خو میکنم به این ماه روزه مبارک خداوند باز اینا مزد بده که هر کمکی که از دست اینا میایه میکنم. ما از اینا تشکری داریم، یک عالم تشکری داریم از اینا براریم. زنده باشیم. بینندای عزیز بزین مسلمان کمک کنه که کسی نداره اینا خداوند برای شما کمک کنه با زیرت و آخرت. هر برادری که کمک کنم، هر همشیری که کمک کنم به هر حسابی که باشه، خیرات زکات سرسایه روزه به دست از اینا ما انشالله تسلیم میدیم به جلوی همین دوربین به سند و ثبوت. بینندای نازنین همینجا واقعا جای زندگیه، هم جایی هست که آدم به داخل می خرابه بیایه و خدا زار آدم میایی زندگی رو میبینیم. آمدیم به داخل یک خانه دیگه که در کنار یک همشیری که اینا واقعا ناتوان و ضعیف هم پریشون هم خونگاه که دارن که باور کنیم قابل شیشتن اگر باشه این خونه. یک رقم خونه‌ای که اول خورد دیوم از این بسیار خراب و نگاه کنید شما تصویرها رو مشاهده کنید که چی حاله اونجا سعی کنیم غلبه شده خاچ خونه. خب خیر مادر جان ساعت شما خوبه؟ شکر شما خوبه زنده باشیم. چند نفر خرج خوریم؟ 7 نفر. خب پیار از اینا چه کار میکنن؟ گری دارم. خب روز چند کار میکنن؟ 80 پی 100 پی بیشتر کار نمیکنم. خب این خونه چند کرا میدیم؟ 2,500. 2,500 روپیه؟ بله. خیلی واقعا 2,500 به زیت خونه. این نمی اما 4,000 برای آغاز داریم من کرای سرا خودی بوج بشیم ما کرای سرا ندادیم. راست بگی واقعا سخته. خب همینا را
به 5 فامیل از طرف عمه جان فروخ به 5 فامیل کمک کردم. هر گفتنی داریم برای بیننده شما رو مشاهده میکنم. ما تشکر میکنیم از اینا، دست اینا درد نکنه که ما غریبا لست دارن، ولی بازم دیگه هرچی که محبت داشته باشن در حق ما غریبا کمک چیزی در حالتی که در توان اینایه، چیزی که در توان اینایه برای ما کمک کنن. واقعا سخت زندگی کردن در این حالت خیلی سخته. باور به خدا بکنین که ما اگه نون صبح خدا دارین شب خونه دارین، شب دارین صبح ندارین، همین تا زندگی همین بچه‌ها من نمیدونم به خدا پول کایشون حتی نیه، کایشون حتی کایشون به خدا کایشون بدوختم پای نکردم. خیلی زندگی سخته، زندگی در این حالت سخته. بازم از اینا خواهشمندیم اگه توان دارم اگه چیز دارم با ما کمک چیزی ان الله. خب بیننده‌های نازنین میریم که یک جا دیگه هم مونده، همراه ما باشید. بیننده‌های عزیز بازم تشکری میکنیم از عمه جان فروخ که واقعا زحمت کشیدن به 5 فامیل مواد غذایی که گرفتیم ما برای از اینا. همشیره در کنار ما هم، خداوند شما رو عزت بده، خداوند شما رو خیر بده. برار گلم 18 قلم جنس شده، حتی ما بانجون و بانجوریمی و پیاز کچلو اینا رو هم گرفتیم و شیرینی و برنج و روغن، طوری که به تصویر مشاهده میکنیم. خب بیننده‌های نازنین، هر برادر، هر همشیری خیری که به این مسکینا زحمت میکشم، به اینا کمک میدم، انشاءالله به جلوی می دوربین من از اول تا به آخر میگم که یک افغانی خور بدون از این کرایه موتر که به ما میدم مسلمانان پول تل موتر، انا دیگه یک روپی خور به ما شخص نبخشیم. انا اینا رو میتونم سند و ثبوت میارم از این مسکینا تسلیم میدیم. شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. بیننده‌های عزیز خدا حافظ و نگهدار شما. خور جان اینا برادر از کشور آلمان برای شما کمک کرد. خیر بینم برادر، سلامت باشن، زنده باشن، خدا از اینا راضی باشه. خیر بینی. سلامت باشیم. بیننده شما رو مشاهده میکنم، خواهش شما، توقع شما چیه؟ به حق شما چیکار کنیم؟ همین خواهش داریم برو که خود ما کمک کنن. همینایی کمک کردن خیر بینن، زنده باشن. این کسی که ما رو ببینن کمک کنن خود ما. سلامت باشید. شما تشکر، زنده باشین، خیر بینی. قربان شما، سلامت. پیاد ما میکنه، خیر بینی، سلامت باشین. خب بیننده‌های نازنین، خدا حافظ و نگهدار شما. خیر ببینیم. بازم تشکر از شما.